السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان محترم، اینجا مسجد قبلتین در مدینه منوره قرار دارد. مسجد قبلتین یکی از مسجدهای مشهور زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که به نام قبلتین البته نبوده. اینجا قبیله زندگی میکرده به نام بنی سلیمه. اینها در اینجا مسجد خاصی از خودشان داشتن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. در ابتدا قبله مسلمان ها با طرف بیت المقدس، طرف شمال مدینه بوده. مسلمان ها می طرف نماز می خواندن تقریبا مدتی 16 ماه یا 17 ماه. بعد از 17 ماه یا 16 ماه قبله مسلمان ها تغییر کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی را روان کردند که تا اینکه مردمی اهل قبلتین اینجا، مردم بنی سلیمه را خبر کنند که قبله خدا تغییر بدهند. وقتی که نماینده رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا آمدن، اینها در نماز عصر بودن که 2 رکعت به طرف بیت المقدس خوانده بودند. باز منادی رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا زد که قبله تغییر کرده. باز در عین نماز، در داخل نماز، اینا تغییری قبله دادن. اول به طرف بیت المقدس این طرف بودن، امام رویش به طرف بیت الله این طرف گرفت و مقتدی ها به جای امام استاد شدن و امام به جای مقتدی رو را به طرف کعبه گرفتن. 2 رکعت به طرف بیت المقدس خواندن و 2 رکعت دیگر را به طرف بیت الله. با مخاطر بعدی ها این مسجد شهرت یافت و نام مسجد قبلتین.